میگن که میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. همین پناهی که در سر ما دیدستین همین ودی تلمون روزابون های همین پناه مرا ای پدرش همچون نپامیان گرفته. پدرش در سرخانداری ازبکستان خدمت کرده 86 سال. اگه نگاه کنید ای سال 86 همین پناه ما در دست این بچهش همچون یادگاری ای پدرش در ماشینش گردونده است. آخرش یوش 39 سال قریب 39 سال میشه همین شبکره همه در این خونه شون نگهداری میکنن. یکی فهمیده میشه که اینا همین یگام چیزی که ای پدر شده خوب نگهداریش میکنن، حفظش میکنن. حوضی باشه بعضی نفرای ما بعد از گذشتن پدرشون چیکار میکنن؟ بعد یک سال خانه را میفروشن، تقسیمات میکنن، میزنن میرن ایدم زندگی، ایدم کار بولشون، اتفاقی به خبر. یعنی که چیکار کردن با قدر پدرها به هر حال رسیدن در کار. با قدر پدرها حالی که یو شوکی پدرش باید کدیست حفظی نگهداری کدیست. های به هر حال اینا که نفهمم گپای من نکن خید کدیست که من چی بودیستم تکشتو با قدر پدرها چیکار کردن در کارکه با قدر پدرها رسیدن در کاری. بله همون وقت دوی پدر و مادر بودیم همه